این قسمت آخر هست. اینجا مسجد جامع شهرک سال اجتماعات که مراسم برگزار شده، افراد خارج میشن به ترتیب. افرادی که حاضر بودن دیگه من جالب بود اینه که انجمن اعتراض امکان داره که نمیدونم، مطمئن نیستم، با توجه به این نمیدونم به چه مناسبت، اما احتمالش هستش که آقای رضا اعضاش رو از اینکه از این رفتن اهدا کرده بوده باشن. این از طرف کجاست؟ مصطفی رحمانی، معاون سینما، معاون سیمای صدا. این بنر از کجاست؟ به تومی معاونت سینما افتاده. حالا مطلبی که هست اینه که یه جوری میخوام بگیرم مردمی که دوست ندارن دیده نشن بذار برم جلو توضیح بدم. خیلی افراد دوست ندارن دیده. اینجا فردوسی پور، آقای فردوسی پور و افراد دیگر رو آقای لذت شما میبینید. آقا عزیزمی آقای امیر تسل خیلی دوست داشتم. یه نفر رفته باش عکس بگیره هنوز با آقا این چه کاریه؟ این مرد واقعا تحلیل این مسائل نه خب اسم کاراکترش گوله برره بوده نه. خب این اپیزود آخر گزارش از مراسم یادبود آقای رضا داوودزاده که برگزار شد امروز. دو روز قبل هم دیگه فکر کنم تا خونهشون میخوان برن مردم. چون ببینیم ماشینش نه ولی که کار درست نیست، پرایویسی این افراد. نه دیگه در این پرایویسی این افراد رو باید رعایت کرد. مثلا یه چیزی بگم آیا ایران نژاد یاد نیست که بنره بود. خب فعلا همگی خدا نگهدار.